خب سلام. امروز قراره یک روز سعی کنیم با تخم مرغ زندگی کنیم. چالش سختیه، همین الان هم گشنمه. بعید میدونم تا شب بتونیم با تخم مرغ خیلی خوب دووم بیاریم، ولی میخوایم امتحانش کنیم. بریم برای شروع یه سری قانونه داریم بگم، در واقع یه قانونه. چیزی که میخوام بگم اینه که ما فقط میتونیم 1/3، یعنی به میزانی که تخم مرغ میزنیم فقط 1/3 چیزهای دیگه اضافه کنیم. چون حالا مثلا ادویه باشه، غذاهای دیگه باشه، هر کاری بخوایم بکنیم فقط 1/3 اون میزان تخم مرغایی که زدیم. بخوایم شروع کنیم، یه ایده برای صبحونه دارم که میخوام نوعهای مختلف تخم مرغ درست کنیم. خب قرار نیست تو این چالش چیز کنیم، مثلا چند تا غذا عادی بخوریم، هم نیمرو هم آب پز کنیم. میخوام ترکیبشون کنم. اول تخم مرغ آب پز میکنیم، بعد سرخش میکنیم و اگه بخوام شروع کنیم میگیم دنبال کلا میگردیم. بعد جالبیش هم نه، همین الانم که دارم بهش فکر میکنم آدم میخواد بچه و گرفته درست. راستی چیزی هم میخواستم امتحان کنم، اینه که این تخم مرغ میگه اینجوری فشارش بده نمیشکنه، میترسم فشار بده. واقعا سفت. باید منتظر بشیم تا اینا درست شه. و خب تخم مرغامون جوشید درست شد. میخواستم یه چیزی بگم، اینکه قبل اینکه بخوام ویدیو شروع کنم یه چیزی تو ذهنم بود که آره بیام مثلا بگم، توضیح بدم که آره مثلا چیکار کنین تخم مرغ نشکنه تا داره مثلا میجوشه فلان اینا. بعد تخم مرغ خودم شکست. اوکی درستش کنم. خب مشکل تخم مرغ یه ذره خیلی جوری شدن. مالا این گنی هم باش بستنه زدیم، ولی خب مشکل. بعد خیلی عجیبه، همه تخم مرغ درست میکنن بعد آبپز درست میکنن که سالم باشه. اینه ما آبپزش کردیم بعد دوباره سرخش کردیم، خیلی عجیب شد. ولی این هم جزو همون 1/3 اومد که خیلی کمتر میشه. همه روغن هم کشید به خودش، تخم مرغ اینجوری نیست. غذای فوق عجیب ما، بریم بخوریمش دیگه. فکرم این هم همون جزو 1/3 محسوب بشه.
خیلی یه جوریه قیافش، اینجوریه. حالا مزهش همه آب. بدم نیست، قابل تحمل تر از تخم مرغ آبپزه، خوشمزه تره و میخونم دلیل این کاری که باید همچی کاری یکی بکنه یه آدم عادی نه هم چیه و ما کردیم دیگه. من اینو تمامش کنم و بریم برای دیگه تا نهار. بریم برای نهار. خب بعدیه. اینجا میخوام یه ترکیبی از تخم مرغ و سیب زمینی بزنم. شما میتونید 1/3 چیزای دیگه اضافه کنین و بریم برای سیب زمینی. بریم خوردش کنیم. بعد یه چیزی تا اینجا دیدید سابسکرایب نکردید، یه لایکی، یه کامنتی. اگه سابسکرایب کردید زنگ به نوتیفیکیشنم بذارید روی آن تا حالا ویدیو جدید میذاریم بهتون خبر بده یوتیوب. و بریم سراغ ادامه. اگه هم حالا ایده‌ای برای ویدیو بعدی اینا داشتید بگید تو کامنت. روغن نریختیم الان. بعد یه چیزم برام سواله، مثلا همین الان خب هنم تو ادیت چیکار کنم ویدیو، ولی تو اینجور مواقع خب خیلی احساس میکنم ساکت دارم میرم جلو. میدونید یعنی یه راهنمایی، یه کمکی بکنید که چی باید بگم توی مثلا بین این ویدیوها. جالب تا الان 2 وعده دوم آوردیم، دومی هم بخوریم و ببینیم به وعده سوم میرسیم یا نه. ولی خب خیلی سخته. آماده شد، قیافش خوشمزه به نظر میاد
حیف فقط نون نداره، یعنی بدیش همینه، ولی بازم راضی هم، غذا خوب میشه در آوردتش، اون قدی که فکر میکردن بد نیست. امتحانش بکنیم. چنگال نم چرا آوردن خب بدن خوشمزه است. با 1/3 سیب زمینی واقعا خوشمزه است، واقعا انتخاب خیلی خوبیه به نظرم. نه خوشمزه است، امتحان کنیم، واقعا خیلی خوشمزه است. و یه بریم سراغ حالا بقیه ویدیو بعدن. فعلا خداحافظ. خب از سوالایی که دارم، همونطور که از اول تا اینجا سوال داشتم که آره این چی میشه، اون چی میشه، چیکار بالا اینا، چه اتفاقی میفته. و سوالهایی که دارم، یکی از سوالام اینه که آیا مثلا تخم مرغ اینجوری بذاریم توی فر چه اتفاق براش میفته. میخوام امتحان کنم و این با روشن شد. میذاریم روی نهایت درجه دماسنج و یه دونه ترجیحاً قابلمه من اینجوری میذارم روش که خب اگه ترکید بخش نشد توی فر. آره این دماغی که اومدم نشون بدم. خب فکر میکنم الان حدودا یه 20 دقیقه است اون توه. من انتظار داشتم بپکه ولی اتفاق براش نیفتاد دیگه. خوام درش بیاد. چی؟ 220 درجه هم نماش شد، یعنی یه کوچولو بیشتر از وقتی یه کوچولو بیشتر از دمای جوش آب، یعنی 2 برابر دمای جوش آب در. بخوام درش بیارم
جالبه. من فکر می‌کردم پخت قشنگ می‌دونی تازه عسلی هم هست. من فکر می‌کردم دلیل اینکه تخم مرغ رو میذارن توی آب بجوشه اینه که خب نترکه، خب دماش زیاد میشه اون تو و یه افزایش حجمی داره دیگه، بعد میترکه. یه همچین نظریه تو ذهنم بود، ولی چیزی که میبینم دلیلش اینه که گاز کمتری مصرف بشه، ولی تو فرم میشه پخت. الان میگم حدود 20 دقیقه توی فر بود فقط. آره توش کنم ترکیده بود چون توش ببین توی پوستش اینجوری سوخته. خواهنم قابل خوردن باید هست یا خیر؟ خب چرا نباشه؟ فرقی با تخم آبپز نداره واقعا. این هم شد دیگه برای نسرونه. مرحله بعدی شامه که خب بعدا دوباره فیلم میگیریم که به شب برسیم. فعلا خب میخوایم بریم برای آخرین وعده که دیگه شامه. تخم مرغ نداشتم دیگه و قرار از تخم بلدرچین استفاده کنیم. خب این هم شام ما دیگه. چیز خاصی نداره بخوایم الان دانش کنیم جلو دوربین. بعدا میخوریم و امیدوارم که لایک کرده باشید و فعلا تا ویدیو بعدی